آقا سلام عرض ادب، خیلی مخلصم. آقا درخواست دوستان ما آمدیم بره جلد شدن ویدیو بزنیم. راهکارا زیادی هست بره جلد شدن. خب هر کی به روش خودش جلد میکنه، مثلا ما بگم این روشو برو این روشو برو، شاید یک سریا بگن آقا مثلا ما با این روش جلد میکنیم. دو داشا هر کسی با روش خودش جلد میکنه کفتره. خب حالا روش ما چیه؟ نداشو ارزم بزرگ تا ما کفتره که میارم به هیچ عنوان پر نمیبندم. خب نه که بگی طرف تیغش 5-6 طبقه از پر نمیبنده و کف پشتون راه میره، کفتر سرخوش میشه، جا خوش میکنه جا میشینه. نه، ما داداشا کفتر که میاریم 10 روز جداست، واکسنشو میزنیم. ارزم بزرگتان سلامتش، سرمستیش، دونه خوردنش، همه چیشو چک میکنیم. بعد میاریم داخل گنجه اصلی، دسته اصلی. زمانی که میاریم داخل دسته اصلی، خب 3 شبا میارم بیرون با پر باز. صبح از دونه کم میکنم، مثلا ما یه قوطی برای 30 تا کفتره تا اینجا، یه مقدار که قدش بمونه رو میذارم برای شب میارم 3 شب کف پشتون. خب کف پشتون دانه بازی میکنیم، یه ته دونه که میمونه میریزم داخل گنجه با سوتی که کفترم میره داخل گنجه. ارزم به حضورتان کفترها رو جمع میکنم، چون شبم از کفتر هیچ جا نمیره. ولی اگه جوجه آورده مراقب باشن، چون جوجه داداشا از لحاظ عقلی بالغ نیست، امکان داره بیفته پایین. نه کفتر بزرگ شبی نمیفته پایین، ولی کفتر جوجه ما آوردم تست کردم افتاده روی یک طبقه پایین، دیگه نمیتونه بیاد بالا. خب حواستان حتما باشه. ما 3 شب داخل حیات، داخل معذرت کف پشتمون ما، حالا حیات هم دونه فرقی نمیکنه، همین جوری میشه جلد کنی. 3 شب داخل کف تیغه راه میرن، داخل گنجه میرن، راه گنجه رو یاد میگیرن، صدایی که میخوان برن تو رو یاد میگیرن، صدایی که دانه خوردن میخوان یاد بگیرن، برن میان. 3 شب بالا ریزگاه ما، جایی که میخوان کفترها بشینن، از این ریزگاه به این ریزگاه ارزم به حضورتان دانه بازی میکنه. میشه 6 شب. دانه شما داده شما میزون میکنه، بعضی ها ضعف دان میدن، 2 روز بیشتر دانه نمیدن، ما نه. 6 شب که رد شده، ریزگاه رو یاد گرفته، قشنگ پشتوم شناخته، گنجر شناخته. 3 شب بعدی یا دم غروب ما میام یا دم تاریکی ها صبح، معمولا دم غروب میام فعلا. دم غروب داشت کفترام قشنگ تابشانه که دادم، چون کفتر ما مثلا حالا ما صبح بازی میکنم، ارزم به حضورتان غروبا وقتی میارم بیرون کفترم یه خورده سیره میکشه دست بالا، یک رو 20 دقیقه اینا رو بپرونم، کفتر میه پایین، ارتفاعش میه پایین، ما میگم تنگه، کفتر میارم تو تنگه بالا سرم بچرخونم. خب چون رو به تاریکیه خود کفتر ارتفاعش میه پایین، بالای سر میچرخه. اونجا برای که میخوام سری اول کفتر رو بلند کنم، قرار نیست که بپرونم 10 تا تاب با کفترم بزنم. کفترها رو داداش 5 دقیقه دانه بازی میکنه، بعد 5 دقیقه داداش میاریم رو ریزگاه اصلی به سمتی که میخوای بپرن. داداش ما یه تک سوت میزنیم یا به هر حال کفتر بلند میکنیم، یک تاب که زد راه میدیم بیشینه. 3 شب هم همین کار میکنیم، 1 هوا الی 2 هوا، کفتر خطا نزنه، کفتر داداش دور اطراف بشناسه، آروم آروم. داداش از سطح پریدن 2 تاب میکنیم، 3 تا تاب، 3 تا تاب میکنیم 4 تا. 1 هفته ما همین کار میکنم، بعد از 1 هفته هم قشنگ میرم. باید داداش مثلا نیم ساعت 20 دقیقه هر چی که کفتر مپره، کفتر ناجلد من با او بپره، سعی کنه کفتر زرنگ جوون کار درست بیارن. اگه دورگ بازی، آلمانی بازی، هرچی هستی جوون و زرنگشو بیار. سعی هم کنه کفتر همبو بیارن. 10 تا خریدی آقا جان اضافه کردی از روی 1 بوم بشه، 20 تا خریدی روی 1 بوم بشه. داداش خیلی راحت تر کمک میکنه کفتر جلد بشه. زمانی که آقا 2 تا از کفترها بشینن، این 7-8 تای دیگه هم باش میشینن، چون همبو هستن. ایده داشت نکته کلیدیه، سعی کنن از روی 1 بوم کفتر بخره. آقا هم نحوه که ما جلد میکنه، ما دانه شیرین هم درست کردم. خب 2 مدله، میتونی با شیر انگور درست کنی، یا مثل تخم تفتش بدی، شکر بزنی، شیر انگور بزنی، گندم شیرین بشه.
موقعی که خواست کفتر ناجل نشست دانه شیرین میدی سرخوش میشه، خیلی راحت تر تو ذهنش جا میفته که اگه دوباره به پره بیاد بشینه دوباره دانه شیرین میگیره. شما دانه معمولی یک بار بده، پشتبند که باز پری نشست دانه شیرین میده. خیلی جوابه. آقا دوست داشتین لایک و کامنتی بریم ما بذاریم. خیلی مخلصیم و علی خدا نگهدار.